جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. هر مسلمانی که این تربیت را نپذیرد و ازش استقبال نکند آینده‌ای نخواهد داشت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. کسی که از این ذکر خدا، منظور قرآنه، از این آموزش، از این پرورش، از این تربیت، از این اخلاق روگردان بشود، دنیا رو برای اونها تنگ و تلخ خواهیم کرد و در روز قیامت اونها نابینا و کور محشور خواهند شد. در دشت محشر اگر یک نابینا وجود دارد، اون کسی است که از نعمتهای خدا برخوردار بوده، اسلام بهش رسیده، پشت پا زده به اسلام. یک کور فقط در دشت محشر در روز قیامت وجود داره و اون کور کسی که اعراض کرده از ذکر خدا و منظور از ذکر قرآن هست و فرامین قرآن و توصیه های قرآن. فقط یک نابینا بیشتر وجود نداره. در دنیا تلخی و تنگی و تاریکی در زندگی، دستش به هیچ چیزی بند نمی شود و در آخرت نابینا محشور می شود. پناه به خدا. ما نیاز داریم امت اسلامی که یک بازنگری جدی و هدفمندانه و خردمندانه و درست و با حوصله نسبت به این دین و ایمان و عقیده و قرآن و امکاناتی که در اختیار ماست و نعمتهای خدا تجدید نظر بکنیم، بازنگری بکنیم. به خدایی که جان من در قبضه دست اوست، آخر این امت اصلاح نخواهد شد مگر با همون چیزی که اول این امت اصلاح شد. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. این آیه خطاب به اوس و خزرج، دو قبیله عربی که در یثرب زندگی می‌کردند، بعضاً روی یک بز با همدیگه اختلاف می‌کردند و 40 سال با همدیگه می‌جنگیدند تا آخرین جوانانشون رو نابود می‌کردند. 40 سال بعداً جنگ‌های اوس و خزرج طول می‌کشید به خاطر یک اختلافی که اسلام یکی از برنامه‌هاش و یکی از اخلاقیات اسلام عفو و گذشت و مصالحه است. شما بر لب پرتگاه جهنم بودید که من با بعثت این پیامبر شما را نجات دادم و شما را برادر قرار دادم. یثرب تا قبل از ورود پیامبر صلی الله علیه وسلم شهر مدینه یثرب بود. وقتی که پیامبر به اونجا هجرت کرد، اونجا مدینه منوره شد. اونجا قبلا اوس و خزرج همدیگر رو میکشتن، بعد شد انصار و مهاجر. اوس و خزرج شدن انصار و مهاجرینی که با لباس تنشون هجرت کردن اونها مهاجر بودن. پیامبر صلی الله علیه وسلم بین اونها مؤاخات و برادری که حتی از همدیگه ارث هم می بردن، همونایی که 40 سال با همدیگه می جنگیدن. وتصفو الحياة بنور هدى. جمال